فرا رسیدن عید شریف رمضان را از صمیم قلب برای همه شما تبریک و مبارکباد میگویم. الله مهربان تمام روزهای شما را مثل روز عید برین روزی خرسندی و شادی بگرداند. الله مهربان بخت و سعادت، عزت و آبروی دنیا و آخرت را برای شما نصیب بگرداند. الله مهربان فیض و برکاتش را در حیات و زندگی و در کسب حلال شما نازل بفرماید. الله مهربان تمام طاعات و عبادتی که در این ماه بزرگ کرده و درگاه بینیازش قبول بفرماید و در برابر همه عبادت ها برای شما اجر ثواب زیاده نصیب بگرداند. الله مهربان گناه های شما و گناه های گذشتگی ما و شما را رحمت و مغفرت بگرداند. الله مهربان همیشه ما و شما را در حفظ امان خود نگه بدارد. الله مهربان هر امید و آرزو، مراد و مقصدی که شما دارید پروردگار به مراد و مقصد برساند